هیا چطوری؟ من خیلی خوش آمدم به یه ویدیو دیگه از کانال محسن توپو. خب بچه امروز اومدیم با آپدیت دیگه سرور که همین اخیراً داده بازی کنه و پول در بیاره تصمیم درآمد واقع از سرور. حالا هم میتونیم سراغ ادامه ویدیو از کانال سابسکرایب فراموش نشه. خیلی ممنون دمتون گرم. بزن اون دوست بعدی یه ثانیه یه انگشتم میزه تمام. دمتون گرم. بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. آپدیت جدیدی که اومده در حقیقت همون آپدیت که میشه جور گفت بازی کنه پول در بیاره یا همین چیزا. خب اول با اسلش آی اف 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 یه همچین پنلی واسهتون باز میشه. البته من چون چیز کردم ثبت نام کردم همچین پنل واسم باز میشه، ولی اول با اسلش کارت اینا اینجا حالا چیزو شماره کارت ها ایناتون رو با شماره کارت شبا و صاحب کارت رو میذارید. حالا من اینا بلور میکنم برای چون دیگه شخصیه. خب بعد اف میزنید اینجا رفتون رو زده رف آیدی و حسابکار رو اینجا هم که شماره کارت و ایناست. این صفحه است و برترای ما. خب حالا میگین این اصلا بعد چه جوری هستش؟ آقا موقعی که شما شماره کارت شبا و صاحب کارت رو میزنید همچین صفحه‌ای که واسه باز میشه میاد اینجا در برتر ما. اولین چیز جوری که میتونید پول در بیارید آیدی رفرالتون هست. خب که این آیدی رفرتون هستش در داخل اینجا یا همون یا داخل اینجا یا یو سی بی میتونید نگاه کنید. خب آیدی رفتون رو که موقعی که میبینید مثلا اینجا این آیدی رفتون مثلا رفیق داداشه مثلا برادر هر کی که میشناسه مثلا میدونی گیمر علاقه به جی تی ای حالا هر بازی سروری هر چی داره رو بهش میگه آقا پاشو بیا اینجا. بهش میگه آقا پاشو بیا اینجا. بعد موقعی که بهشون میگی بیاد حالا احتمال خیلی هم بدن اونجا نوشته نمیدونم الان دقیقا یادم نمیاد ولی نوشته بود مثلا معرف کد معرف یا رف یا همین کد معرف دوستان و اینا یا همین چیزایی اونو این آیدی رو میدی اون طرف بزنه. بعد موقعی که بزنه اونجا برای شما معرف حساب میشه. یعنی این پلیر با معرفی مثلا محسن 1150 فارز سرور شد و اگر معرفی کنید داخل اینجا مثلا داخل اینجا فکر کنم حدود 50 بین 50 تا 30 تومن از 30 تا 50 تومن دریافت کنید. حالا این یکیشه که حالا اینا این برترها که نفر سوم اینا ولی من آخر سر نفهم فکر کنم به مقدار چیزه اسمش خوبه مقدار لول طرف ولی نمیدونم. یه سری میگن 30 تومن، یه سری میگن 20 تومن، یه سری میگن 50 تومن. آخرش نفهم. خب بعد یه دونه دیگه هم هست اینجا نوشته رفرال و تایم پلی. حالا تایم پلی اگه یکی مثل من هستین تایم پلیتون بالاه تقریبا من خودم حداقل روزی 4 ساعت باید تایم بدم. خب بعد مثلا میان اینجا و ثبت تایم پلی هرچی آنلاین بیشتر تو بازی باشه اینجا بیشتر واسهتون ثبت میشه که اینا من خودم موقعی که ثبت نام کردم تا به الان 21 ساعته که یعنی تو سرور آنلاین و این به صورت پشت سر هم نیست. مثلا امروز 4 ساعت بوده دیروز پیروز 2 ساعت بوده 4 ساعت حالا هرچی. ولی من اینو جمعه ثبت نام کردم و از جمعه یعنی جمعه بعد از ظهر بود که من عزاداری اومدم ثبت نام کردم تا الان 21 ساعت هر خودم موندم چه جوری تایم زدم. و برترای ماه که میبینید اولین نفر با 175 ساعت فکر کنم خیلی چیز زده. خب بعدی لیست رفرال ها که نوشته هیچ کس دعوت من هیچ کی دعوت نکردم. خب بعدی سوابق رو می نویسه میزده که کسایی که مثلا موقعی که ادمین خوردین تایم ادمین میوت هرچی هست سوابقتون رو میزده که من یه بار ادمین خوردم حالا واقعا نمیکنم که ولی یه مشکلات یه چیزیشو ولش کن. و آره یه بار کلا ادمین خوردیم تو کل این یه سالی که راکستار پلی میدم تقریبا 1 سال شده دیگه. آره بعد حالا اینجا فکر کنم چون هنوز خیلی هنوز درآمد کسب نکردن دقیقا نمیدونم حالا اینجاها چی به چی هستش. خب
و اینکه اینجا نوشته درخواست تصفیه رو میزنید و هزینه کسب میشه. آره دیگه هزینه کسب میشه که حالا که من اصلا نبرم چون کسب درآمدی نکردم. 100 تومن، 240 تومن. و حالا مثلا نمیدونم بالایی، حالا مثلا پولی که دارین و میخواین با 75 تومن 2 میل میتونید در بیارید، 180 تومن میتونید 5 میل مثلا 5 میل بازی در بیارید. و اینجا هم که گلده دیگه، با مثلا اینجا گلده دیگه، مثلا با 52 تومن. آره دیگه مثلا اینجا با 90 تومن 5 گلد میتونید بگیرید. اینجا 52 تومن مثلا 2700 خوبه. حالا یه خورده قیمتش بالاتر ولی بازم خوبه. با 90 تومن 5 گلد، 165 تومن 10 گلد، 255 تومن 15 گلد. اینم از این بود. کلش همین بود. چیز خوبیه، سعی کنید رفیقاتون و اگر که دوستان عزیز اکانتی ندارید و با وارد بازی تا حالا وارد راکستر MTA نشدید و هیچ اکانتی ندارید، لطفا رفرال آیدی منو بزنید که 16971 هست که در روی صفحه نوشته میشه. لطفا خواهش میکنم بزنید و دمتون گرم اگه بزنید، خیلی ممنون میشم ازتون. و آره دیگه ممنون، مرسی واقعا. و اینکه تقریبا همین بود، ولی آپدیت باحالیه. خیلی هم قوقا کرده حقیقتا، موقعی که همه پلیرها شنیدن خیلی قوقا کرده. پایین‌تر نمیره مثلا بقیه رو ببینیم؟ نه نمیره دیگه، چیزی نداریم دیگه. نه دیگه دارم فکر می‌کنم چیزی دیگه نمونده. نه دیگه با کلا برای ثبت نامش هم دوباره میگم با /کارت که رو صفحه می‌نویسم واسهتون شماره کارت شبا سواقع میگم شماره مالک کارت کسی که مثلا نوشته رو میذارید و اینکه آره دیگه که مالک کارت رو میذارید و ثبت نام میشه دیگه. بعد با /IFFF بعد میارید و اینجا هم که برتن لیست رو میاره. اینجا پول من آخر سر نفهم پول اکون میدونیم. برترین های ماه مرداد نام تایم پلیه و اینجا هم نوشتن مثلا محسن 1151 مثلا چه عدد بود. من هیچ فردی نیوردم. اینا هم از ایناست دیگه. همین بود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و این ویدیو به بقیه دوستاتون هم معرفی کنید. دمتون گرم و یادتون نره اگه تا به حال وارد سرور راکستر MTA نشدید و هیچ اکانتی ندارید، این رف آیدی من هستی که در روی صفحه قرار میگیره و لطفاً تمنا میکنم ازتون بزنید. دمتون گرم و تا به یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.